جالبه براتون سوال بوده همیشه که چه ورزشی رو اگر انجام بدیم بیشترین تاثیر رو میتونه به طول عمر ما داشته باشه. تحقیقی که اخیراً انجام دادیم و نتایج 1100 مطالعه در طول 30 سال گذشته رو مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که کسایی که تمرین مقاومتی رو به مدت 2 جلسه در هفته انجام میدن 21% طول عمرشون افزایش پیدا میکنه و این معادل 2.5 تا 4 سال افزایش طول عمر اونها بوده. اما کسایی که تمرینات هوازی مثل راه رفتن، پیاده روی ملایم، دویدن با سرعت ملایم، دوچرخه سواری و شنا رو انجام میدادن به میزان 27% به طول عمرشون اضافه شده که این معادل 4 تا 5 سال افزایش طول عمرشون میده. اما جالبتر اینجاست که وقتی که تمرینات هوازی به مدت 150 دقیقه در هفته انجام شده و 2 جلسه در هفته هم تمرینات مقاومتی بهش اضافه شده، افرادی که این مدلی تمرین انجام میدادن به میزان 40% طول عمرشون افزایش پیدا کرده و این معادل افزایش طول عمر 5 تا 8 سال در طول عمر اونها بوده. پس بهترین مدل تمرینی اجرای تمرینات هوازی مدت 150 دقیقه در هفته و حداقل انجام 2 جلسه تمرین مقاومتیه. نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.